اولین فرمانی که توی نرم افزار پروفایل ما کار میکنیم فرمان خود فرمان پروفایل. کارش چیه؟ ترسیم خطوط و کمان به هم پیوسته. وقتی روی این گزینه کلیک میکنیم، کلا تو کتیه رو هر فرمانی کلیک کنید در واقع اون فرمان در حال اجرا باشه نارنجی میشه که الان می‌بینید نارنجیه. و اسکچ تولز ما گسترش پیدا میکنه. چی میخواد از ما؟ فرست پوینت، یعنی یه نقطه در واقع ابتدایی و شروع. ما تو فضای آزادی چپ کلیک میکنیم، حالا گسترش پیدا میکنه، دوباره بیشتر میشه این اسکچ تولز ما. چی میخواد؟ ما برای ایجاد یه خط در واقع یه طول میخوایم ال طول، و یه یه زاویه میخوایم راستای خطمون رو مشخص کنیم. میایم به صورت حالا فری هند یه چپ کلیک میکنیم. ببینید دوباره همچنان ما تو فرمان پروفایل هستیم. دوباره باز یه خط کلیک میکنیم. اینجا چند تا گزینه داریم. گزینه دوم تانجنت آرک. وقتی روی تانجنت آرک کلیک میکنید، حالا میشه کمان پیوسته به خطوط قبل. برای ایجاد کمان ما چی لازم داریم؟ یه آر، یه شعاع. می‌بینیم شعاع تا اینجا، اینتر جهتش هم مشخص میکنیم به این ور یا به این ور، و خود طول کمان رو فعلا به صورت حالا فری هند داریم کار میکنیم. تو فرمان آشنا میشیم. چپ کلیک، دوباره برمیگرده به فرمان لاین. میایم به این صورت یه چپ کلیک. در نهایت وقتی اون شکلمون بسته بشه فرمان پروفایل میایم بیرون. دوباره رو فرمان پروفایل کلیک میکنیم. ما میخوایم یه شکلی بکشیم ولی شکل بسته نباشه، تا همینجا باشه. ای اسکی رو بزنیم، از فرمان پروفایل دوباره باز میاد بیرون. این در واقع کلیات فرمان پروفایل ما هستش. توی این اسکیچ تولز ما چند تا گزینه داریم. گزینه اسنپ تو پوینت. اگر این گزینه رو ورداریم، زمانی که ما دیگه داریم در واقع با موسمون تو فضا حرکت میدیم، پرشی بین این در واقع چهار خونه ها دیگه نداره. ولی وقتی این گزینه فعال باشه، اسنپ تو پوینت روی این شبکه هایی که توی تنظیمات کتی هم حالا از پیش تعیین شده که چی باشه فاصله هاشون، پرش داره. این گزینه رو پیشنهاد میدم بردارین، استفاده نداره. توی ویژوالایزیشن هم گزینه گیرید میشه این شبکه بندی. این هم اگه دوست داشتید بردارید که این شبکه بندی هم در واقع مشخص نباشه. خب من رو فرمان پروفایل الان کلیک کردم. میام دوباره فرست پوینت، یه چپ کلیک میکنم تو فضای آزاد. این رنگ های آبی چی هن که خط ما آبی رنگ میشن؟ به اینا میگن اسمارت بیت توی کدیا. یعنی چی؟ یعنی اینکه اگر خط ما به صورت عمود کامل بشه یا افق کامل بشه، این آبی میشه و حالت پرشی داره. الان من بیاد رو آبی کامل بشه به چپ کلیک کنم، میبینید یه گزینه اچ این بالاش میاد، یعنی قید هوریزونتال یا قید افقی بودن اون خط خود به خود روش میاد. حالا دوباره من بیام، میبینید خط به صورت عمود بیام نزدیک کنم، پرش پیدا میکنه و آبی میشه. اینجا یه چپ کلیک کنم، قید وی، قید ورتیکال، یعنی که اون خط همیشه عمودی باشه، ایجاد میشه. این قید گذاری ها رو کامل حالا توی این قسمت کنستراینت با هم دیگه میریم جلو. حالا اگر بیام دوباره روی گزینه در واقع تانجنت آر کلیک کنم، میام شعاع کمانم رو میدم 25 میلیمتر اینت. برای دایره هم باز این اسمارت پیک رو ما داریم. میبینید در واقع یک چهارم دایره میرسه آبی میشه، به نصف دایره میرسه آبی میشه، به سه چهارم میرسه آبی میشه. این آبی اسمارت پیک یه حالت، حالا خودتون با موس کار کنید، آهن ربایی داره، یه پرش داره. به اون حالت اگه کلیک کنیم دایره ما یک چهارم دایره میشه. این قسمت میبینید خط ما داره موازی میشه، مماس میشه با این دایره، و اینجا ما میبینید دو تا خط آبی داریم، این ور اون ور خط رو میفته. اینجاست دقیقا، من میام این دو تا خط آبی، این دو تا خط آبی در واقع قید مماس هستن، تانجنت. اگر که من اینم واسه همه اینا مربوط میشن به حالت اسمارت کلیک کتیار، بیام رو زمانی که این دو تا خط آبی هستن و دایره من الان نارنجی کمان، چپ کلیک کنم، این خط قید مماس بودنش با این کمان ایجاد میشه. در نهایت هم باز میام، ببینید نقطه پایانی خط آخره.
بیفته رو نقطه ابتدای خط اولم. این یه دایره تو پر که اون بالا میاد ایجاد میشه. این قید کانسیدنس رو میندازه، تماس نقطه رو نقطه. اگر که بیام روی خط بذارم میبینید یه دایره است که از وسطش، در واقع دو تا دایره است که از وسطش خط رد شده. این میشه تماس نقطه به خط. اینا حالت اسمارت پیکتی هم. یعنی قید میندازه که این خط، این نقطه ما، نقطه پایانی ما بیفته روی این خط. اگر به این صورت دایره تو پر بشه، نقطه رو نقطه است، به شکل ما بسته بچرخید. اینا حالت اسمارت پیکتی هم و این هم کلیات فرمان پروفایل.